سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. با شاخص زیبای داو جونز تایم فریم 5 دقیقه در 19 نوامبر در خدمت شما هستم. دیدگاه هم قبل از اوپن بورس امریکا با شما به اشتراک میگذارم و اگه تریگر ورودی وجود داشت که بتونیم معامله انجام بدیم امروز، اون رو هم با همدیگه شاهد هستیم. سقف و کف روز رو مشخص میکنم. طبق معمول قیمت در یک تریدینگ رنج قرار داره. ناحیه مهم بریک ایون رو داریم در چند پی پی قیمت و انتظار داریم که حالا با فیک این ناحیه یا با بریکش وارد معامله خودمون بشیم. تا چند ثانیه دیگه بازار بورس امریکا باز میشه. بله، بازار بورس امریکا باز شد. فعلا ما فقط بایستی صبر کنیم و واکنش قیمت رو به لیول هایی که رسم کردیم ببینیم و الان مجاز نیستیم که وارد هیچ گونه معامله‌ای بشیم. فعلا قیمت که داره فشار فروش رو نشون میده. ببینیم آیا قیمت میتونه خودش رو به کف روز برسونه که بعد میتونیم نسبت به واکنشی که نسبت به کف روز انجام میده، حالا یا با فیکش یا با بریکش وارد معامله خودمون بشیم. بله، فشار فروش رو داریم میبینیم. یک کفی هم اینجا داریم، کف روز قبل هستش که من الان رسم کردم و در صورت بریک کف روز جاریمون ببینیم که دیدگاه وجود داره دیگه، تا حداقل کف روز قبل رو میتونیم همراهش باشیم. ولی خب قیمت داره جمع میکنه، فشار بایرها اینجا خیلی بیشتره. بله، اصلا اجازه نداد به کف روز جاریمون برسه قیمت و اینجا ناحیه تصمیم گیری ماست. الان یه فیکی روی بریک ایون انجام شد، ولی خب چون شادوی پایینی خیلی شادوی بزرگی هستش و انتظار من افزایش قیمت رو دارم، همینجا وارد معامله خرید خودم میشم و استاپ و تیپی خودم رو ست میکنم و دیگه منتظریم که ببینیم. بله، استاپمون تاچ میشه، محکم شکسته شد. منتها اینکه این شادوی پایین اجازه نداد من وارد معامله سل بشم وگرنه دیدگاه بک تو بریک ایون رو داشتم. الان بایستی چارتمون رو آپدیت کنیم. بله، ناحیه بریک ایون دیگه برداشته میشه از اینجا. یه سقفی ایجاد کرده قیمت که 2 مرتبه واکنش داده و فعلا یه بی تصمیمی در اینجا داره به وجود میاد. باز تلاش میکنه قیمت بتونه سقف رو بریک کنه. دیدگاه ریزش رو اینجا دارم من. وارد معامله سل میشم چون 2 مرتبه قیمت تلاش کرد که سقف پیش رو بریک کنه ولی نتونست. تو ناحیه بریک ایون هم هستیم و میتونیم اینجا یه سل خیلی خوب از بازار به تیپی 2 بگیریم. قیمت الان توی ضرر هستش
ولی ما خروج دستی نداریم. کندل سوم 5 دقیقه الان باز شد. دیدگاه هم دیدگاه ریزش هست تو این ناحیه. بله به خوبی به نزدیکی تیپی 1 داره میرسه. بیننده بازار هستیم، دستکاری نمی کنم معامله رو و منتظر میمونم که انشالله تیپی 2 مون از بازار بتونیم بگیریم و تاچ بشه. بله کندل 5 دقیقه بعدی الان باز شد. دیگه فقط باید صبر کنیم و منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقی واسه معامله میفته. فشار فروش رو بهتر من میبینم با توجه به لولی که پیش رو داریم و قیمت 2 مرتبه واکنش نشون داد و نتونست سطح رو بریک کنه. من وارد معامله سل شدم. دیدگاه هم این بیشتر روی فروش بود تو این ناحیه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. الان دوباره مجدد تقریبا به نقطه سر به سر به نقطه ورود رسیدیم و قیمت استاپش داره نزدیک میشه دقیقا به همون لولی که خدمت شما عرض کردم. بله الان رسید به همون لول و ببینیم که استاپ ما تاچ میشه یا نه. ایجاد شادو کرد مجدد روی سقف و این نشون میده که قدرت فروشنده ها فعلا داره میچربه و نتونسته با 3 تلاش همچنان این سقف رو بریک کنه. بله اون فشار فروشی که من انتظارشو داشتم الان اتفاق افتاد. قیمت تیپی 1 رو رد کرد. قیمت تا 1 قدمی استاپ بود ولی تاچ نشد چون جای درستی قرار دادیم، بالای لول قرار دادیم استاپ رو. یعنی در صورت تاچ شدن استاپ انتظار بر این هستش که بتونه قیمت اعداد بالاتر ببینه. به نزدیکی تیپی 2 خودمون داریم میرسیم. قیمت یه تلاش دیگه بکنه تیپی 2 ما تاچ میشه. من اینجا دیگه ریسک فری میکنم چون قیمت فکر کنم با 1-2 پیپ نتونست تیپی 2 رو تاچ کنه و جمع کرد از پایین مجدد.
و ریت بالایی وجود داره که ریسک فری ما تاچ بشه. خیلی نزدیک بود، خیلی قیمت به TP2 خیلی نزدیک شد و شاید با اسپرد یه جورایی میشه گفت تاچ نکرد. بله اینجا ریسک فری ما تاچ میشه. جزئی از بازار بالاخره تا نزدیکی TP ما تا چند قدمی، یک قدمی بهتر بگم، TP2 ما اومد و برگشت و چون بار روانی ایجاد کرده بود من ریسک فری کردم معامله رو و ریسک فری من تاچ شد. با اون شادوهایی که از پایین داره ایجاد میشه احتمال افزایش قیمت رو من خیلی بیشتر میبینم و اگه این سقفی که به وجود اومده و 3 مرتبه تا الان قیمت به این سطح و این لول مهم واکنش نشون داده و برگشته، ناحیه بریک ایون هستش دیگه. در صورت الان شکست این سطح میتونم وارد معامله بای بشم. بالای سطح اگه بتونه تثبیت بده میتونیم وارد معامله خرید خودمون بشیم. فعلا که نداده و یه فیکی زد، همچنان صبور هستم و اینجا دوباره قیمت خودشو به بالای سطح رسوند و الان با شکست شدن این سطح که 3 مرتبه، الان دفعه 4 هستش که داره برخورد میکنه به این سطح و دفعه 4 سقف رو بریک کرده و تونسته تثبیت بده، من وارد معامله خرید میشم. آخرین معامله امروز من هستش. یه دونه استاپ داشتم، یه دونه ریسک فری و این هم معامله سوم و آخرین معامله من در 19 نوامبر هستش. فشار خرید خیلی خوبه. بله یه سطح مهمی بود که با شکستش اینجا خیلی از بایرها تصمیم میگیرن و مصمم هستن که با شکست این سطح وارد معامله خرید خودشون بشن. قیمت به نزدیکی TP2 خودش رسیده. امیدوارم که دیگه این سری TP2 رو تاچ بکنه. بله TP2 رو تونستیم از بازار بگیریم، خدای شکرت. روز بسیار جذابی بود. امیدوارم که استفاده کرده باشید از معاملات امروز و دیدگاهی که امروز بر روی شاخص زیبای داو جونز داشتم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق. خدا نگهدار.